به یک بارگی که پیدا میشه. بعد تشخیص دکتر هم چیزی به دست نمیآید. این علائم سحر و جادو است. دیگر علامه کسی که جادو شده و سحر شده ما چطور بفهمیم؟ گوشه نشین شده، در تاریکی زیاد میشینه. کلی در مجلس نشسته میره در خانه تاریک قرار نشسته. یا از علائم کسی که جادو شده و سحر شده، گوشه نشینی اختیار میکنه، تنها بودن را انتخاب میکنه و زیادتر در خانه های تاریک مینشینه. یکی از علامه های سحر و جادوست که یک مسلمان به این مبتلا میشه. شکم دردی، شکمش خشک درد پیدا میکنه. بعد از مراجعه به دکتر هم میگه مشکل در شکمش نیست، نه در روده هایش مشکل است، نه در معدهش مشکل است، نه در گردش مشکل است، ولی این احساس شکم دردی شدید داره. از شکم دردی رنج میبره. ببین تازگی یک کسی را آورده بودن، گفت چندین دکتر رفتیم، مزار نمان، کابل نمان، لابراتوار نمان، تلویزیونی معاینه کردن نمان، همیشه انجام دادیم ولی شکم دردی دور نشده. و هر روز علامه کسی که سحر شده و جادو شده تغییر چهره است. بشاشیت چهرهش تغییر میکنه، یا زرد میشه یا سیاه میشه، این مایل به سیاهی. اما بشاشیتی که در چهره خود داشت همین تغییر میکنه. میل و اشتهایش که قبلا به غذا بود الان دیگه میل و اشتها به غذا نداره، از هیچ غذا خوش نمیاد. و گفتن که میلش به سمت زنش هم نیست، میل شبانه هم از پیش میره. این به یک بارگی پیدا میشه. شاید هم خونه میشه هر جایی که میل و اشتها به یک کسی نمون بو سحر شدن. این احتمالات دیگری داره به یک بارگی که پیدا میشه و بعد از مراجعه دکتر هم نتیجه نمیگیری تو. پس بدونی